استاد عبدالحق بیتاب. استاد عبدالحق بیتاب عالم فاضل و ادیب محبوب کشور در سال 1306 هجری قمری در گذر قصاب کوچه پل خشتی شهر کابل چشم به جهان گشود. پدرش مولا عبدالاحد قطار نام داشت. استاد بیتاب 8 ساله بود که پدرش وفات یافت و تربیه و پرورش او را ماماهایش مولا عبدالغفور آخوندزاده و مولا عبدالله خان که از عالمان معروف وقت بودند به عهده گرفتند و در آموزش و پرورش او توجه خاصی به خرج داد. او عالم مراجع دینی زبان عربی، فقه، تفسیر، حدیث و منطق را آموخت و در کنار آن در ادبیات دری و عربی مطالعات با ارجی کرد. با شعر و شاعری علاقه زیاد پیدا کرد و در این عرصه به شاگردی دانشمند، ادیب و فاضل مشهوری وقت ملک الشعراء قاری عبدالله خان زانو زد که بنابر استعداد عالی و سرشار صاحب مقام اعلای علمی و ادبی شد. استاد بیتاب در جوانی ابتدا به صفت مدرس در مکاتب ابتدایی شهر کابل به کار رسمی آغاز کرد. پس از آن در لیسه های حبیبیه و غازی و دارالمعلمین کابل و مکتب نسوان وظیفه مقدس ملی را پیش برد. در پهلوی آن مدت چند سال به صفت عضو کمیسیون تدقیق و تصحیح متن تفسیر شریف در چاپ و انتشار تفسیر کابلی هم سهم فعال گرفت. استاد بیتاب در سال 1326 هجری شمسی در دانشکده ادبیات و علوم بشری دانشگاه کابل به صفت استاد زبان و ادبیات دری قبول شد و تا سال 1344 هجری شمسی مدت 18 سال به این وظیفه مقدس ادامه داد و از این طریق تعداد زیاد شاعران، نویسندگان، ژورنالیستان، ادیبان و استادان را تربیت و جامعه تقدیم کرد. استاد در سال 1343 هجری شمسی از جانب حکومت وقت به حیث سناتور در پارلمان انتصاب شد. استاد بیتاب در اثر کهولت و یک عمر خدمت در راه تربیت اولاد وطن و معارف از وظیفه رسمی متقاعد شد. با آن هم آرام ننشسته تا آخرین دمق حیات حتی در خانه و منزلش شاگردان را با جبین باز میپذیرفت. در حل مشکلات علمی، ادبی و مسلکی آنها را یاری میرساند. او کمک و مساعدت علمی و ادبی خود را از هیچ کس دریغ نمیکرد. با دوستان ادیب و دانشور خود مشهور بود. مجالس و مباحث ادبی، علمی و عرفانی برپا میکرد و از آن چنان لذت میبرد و احساس خوشی مینمود که با وجود ناتوانی جسمانی در چهره و سیمایش آثار خستگی و تأسف دیده نمیشد. استاد بیتاب مدت 51 سال را در چوکات تعلیم و تربیت کشور به تربیت و آموزش علمی، ادبی و عرفانی اولاد وطن سپری کرد و به شوق و علاقه مفرط این پیشه مقدس را پیش برد. استاد بیتاب بنابر خدمات شایان و خستگی ناپذیر علمی و ادبی و صداقت از جانب حکومت وقت با مکافات نقدی و نشان درجه دوم معارف، مدال افتخار و صداقت و در سال 1331 هجری شمسی به لقب بزرگ ملک الشعراء مفتخر گردید. همچنان از جانب دانشگاه کابل به درجه علمی پوهاند افتخار نائل گشت. استاد زندگی بسیار ساده و خالی از تکلف اختیار کرده. با شاگردان، دوستان و ارادتمندان خود برخورد نیک داشت و با آنها صمیمی و مهربان بود. از شان و شوکت تصنیعی و ارزش‌های مادی دنیوی تنفر داشت و هر آنچه ارزش معنوی داشت نزد او مقدم و محترم به شمار می‌رفت. استاد پیر و طریقه نقشبندی و از اخلاق نیک و عالی برخوردار در زهد و تقوای مثال و نمونه‌ای بودند.
در حلقات علمی، ادبی و عرفانی به لقب گرامی صوفی نیز مشهور و نوازش می‌یافتند. با آنکه استاد بیشترین بخش حیاتشان را در تعلیم و تدریس شاگردان و محصلین ابتدا در مکاتب ابتدایی و پس آنتر در دانشگاه وقف کردند و برای کارهای تحقیقاتی و نویسندگی وقت کافی نداشتند. با آن هم تصانیف چندی برای تدریس شاگردان و محصلین داشتند و همچنان نظر به علاقه‌مندی به علوم دینی تعداد را هم ترجمه کردند که در اینجا صرف به ذکر و مختصر از آن اکتفا می‌کنیم. دیوان اشعاری که با انواع و اقسام صنایع لفظی و معنوی شیری زینت یافته است. علم معانی، گفتار روان در علم بیان، علم بدیع، دستور زبان دری، مفتاح الخموس و عروض، عربی برای صنوف هفتم و هشتم مکاتب، تراجم، انشای مقالات، مبادی علم منطق، ترجمه ابن عقیل، مقدمه سرخاب، عیسی غوجی، ترجمه شافیه، اساسات سریری نحو عربی، 4 رساله منطق از دانشمندان مصری و علم صنعت. علاوه بر آثار فوق الذکر، مقالات بیشمار استاد در نشریه‌های معتبر کشور وقتاً فوقتاً انتشار یافته که هر یک در علوم و فنون ادبی برای محققین و شاگردان ماخوذ و راهنمای مفید و ارزشمندی ثابت شده. ادیب، شاعر، نویسنده توانمند، خدمتگار راستین و حقیقی معارف، استاد بیتاب بر روز سه‌شنبه 20 ماه هود سال 1347 هجری شمسی در کابل چشم از دار فانی فرو بست.